با عرض سلام حضور شما پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی پرزیدنت کشور. من اسمت و مونیسه ورزشگر دختر از نمود تایکواندو وطف مؤسسه دولتی مکتب ورزشی به نام عبدالمنان زاکیرف شهر حصار، چمپیونکه هفت کاراته جمهوری تاجیکستان، غالب اونیورسیاده عمومی جهانی دانشجویان در شهر سئول جمهوری کره، غالب 11 کاراته مسابقه های بین المللی و دارنده نام استادی ورزشی جمهوری تاجیکستان می باشم. پیش از همه قید کردن آسان بکنید. پیش از همه قید کردنی هستم دستاوردی که ورزشگران جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالیت دولتی به آن نائل گشتند با غمخواری و متانت شما در جاده تأمین استقرار صلح و وحدت ملی و مساعدسازی شرایط خوب سیاسی و اجتماعی برای زیست و فعالیت آسایشته همه قشرهای اهالی کشور سخت وابستگی دارد. کارمندان و ورزشگران مؤسسه ما هم در همکاری با مقامات وکالتدار ساحه مثل دیگر ساحه‌های فعال کشور زیر پرتو هدایت‌ها و راهنمایی‌های عاقلانه شما صادقانه فعالیت نموده به دستاوردهای شایان نائل گردیدند. ورزش گروی سلامتی هر شخص و در عموم گروی سلامتی ملت است. دستاورد بزرگی که مؤسسه ما به دست آورده است این تأمین عمومیت ورزش میان اهالی شهر و مساعدت نمودن در دریافت چهره‌های ورزش نمایان در سطح کشور و خارج از آن برای معرفی ملت در سطح جهان می باشد. ورزشگران شهر حصار در بسیار مسابقه های با نفوذ بین المللی از جمله چمپیونات جهان اشتراک نموده جایزه‌دار نیز گردیدند. تکانی بزرگ برای به دست آوری کامیابی ها برای ورزشگران شهر ما و ورزشگران کشورمان در عموم این توجه خاص شما محترم جناب عالی به ساحه ورزش و این چنین تأسیس دادن جایزه پرزیدنتی برای ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش در کشور بود که در تاریخ کشور بی‌نظیر می باشد. ما با سیاست عاقلانه و محبت پدرانه‌ای که نسبت ورزشگر دختران دارید افتخار داریم و به سمع شما میرسانم که در گروه ورزشی ما زیاده از 15 نفر دختران محلی مشق میکنند و دستاوردهای نظررس دارند. برای جلب دختران به ورزش در شهر مانع وجود ندارد. شرایط مساعد فراهم است و ما همیشه از میان داریم که پرچمبردار وطن باشیم. جواباً برای دستگیری و غمخواری دائمی شما محترم جناب عالی ما ورزشگران مخصوصاً ورزشگر دختران شهر باستانی حصار وعده می‌دهیم که در آینده نیز در تمام گوشه و کنار دنیا پرچم وطن محبوبمان را بلند برداریم. ما جوانان پیرو شما محترم جناب عالی هستیم. شعار ما تاجیکستان به پیش. سلامت باش. تاجیکستان با پیش. سلام عرض می دارم به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و به همه آن نفرانی که اینجا حضور دارند. بختنیسای اعظم هستم، ساکن جماعت دهات میرزا ترسونزاده دهه سخاوت. باعث سرفرازی است که پس از ختم مکتب میانه سال 2015 طبق کوتای پرزیدنتی به فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شدم که این از سیاست خردمندانه و اقدام‌های سازنده شما محترم پیشوای معظم ملت در سمت دستگیری جوانان دهات دوردست جهت فرا گرفتن به تعلیم و تربیه محسوب می‌یابد. همین است که پس از با موفقیت ختم نمودن دانشگاه رو آوردم و مکتب و سال دوم است که به تعلیم و تربیه نسل نورس
مشغول هستم. اگر تاجیکستان صاحب استقلال و آزاد را و یک قصر محتشم و زیبا شبیه نماییم، پیش نظرمون سازنده اولین این قصر می آید که محض شما محترم پیشوای معظم ملت هستید. ما جوانان و شهروندان این ملت از همه وضع سیاسی و اقتصادی کشور آگاه بوده شکرانه وحدت و یگانگی و پیشوای معظم و معتبر را میکنیم که به ما جوانان چنین روزهای سرشار از فرح و شادمانی را نصیب گردانید و در قلب ما افتخاری وطنداری را جا نمود. این حس وطن دوستانه ما را وادار می نماید که چون فرزندان یک مادر، گلهای یک باغ، شاخاب‌های یک رود، انگشتان یک مشت به هم آمده، حامی امنیت و آرامی، بنیادگر این سرزمین اجدادی باشیم. با مقصد باز هم بهتر برای ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی و توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس، سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان گردید. همچنین برگزار گردیدن آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من در بین جامعه تحولات عظیمی را در شناخت معرفت و علم و دانش به وجود آورد. محترم پیشوای معظم ملت، به شما عرض و سپاس معارفچیان شهر را می‌رسانم که با شرافت این آزمون‌ها مردم بیشتر روی به کتاب آوردند و مقدار کتاب و کتابخانه‌ها افزون و صف خوانندگان کتاب زیاد گردید. من در دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت ورزیدم و موفق نیز گردیدم. زیاده از 200 غزل از یاد کرده 150 اثر بدیعی مطالعه نمودم. آرزو دارم که در دورهای این بعد نیز غالبیت را به دست آورم. محترم پیشوای معظم ملت، استقلالیت این شرف و ناموس وطنداری، تلاش و زحمت هر یک فرد بیداردل جامعه بر گل شکوفی این وطن عزیزمان می باشد. انسانی بیداردل، خودشناس، خودآگاه و وطن دوست و دارای معرفت والا را محض آموزگار به پایان می رساند. ما آموزگاران این رسالت مقدس کسبی خویش را درک نموده عزم داریم که نسل نورس را صادق و سیاست عاقلانه شما تربیت نماییم. ما با پیشوای خود افتخار داریم و همیشه با شما هستیم. سرور ما افتخار ملت است، راهنما و جانثار ملت است. میرسد از قلب مردم این صدا، آفرین کو پیشوای ملت است. تشکر بدید. سلامت باشید جان. دختر جانم کی تمام کردی مکتب؟ دانشگاه دارم. سال 2019 دانشگاه ملی ختم کردم. 2019؟ ها. سال دیگه است. حاضر کار کردی سالی؟ بله. اویلادار شدی؟ نه. حالی نه؟ برای من یک سبب ما برای پرسیدم اثرهای خوندگی تا اگر باشد که اویلادار میشدی 150 اثر خوندن نمیمونده. پرابلم های روزگارداری تو اینا میشه دیگه. اصلا 200,000 مصرع شعر از یاد کردی؟ 200 غزل، بله شاید از 200,000 زیاد باشد. فقط از ادبیات معاصر من در نظر داشتم. اگر ادبیات پورا ادبیات هم کلاسیک هم معاصر رو گیرم شاید از 300 کتاب زیاد باشد. از چند؟ 300 کتاب. 300 کتاب؟ بله. یا بیبلیوتека. بله. احسن. احسن. ولی غالب آزمون شهری شدین؟ بله. بعد جمهوریوی دا میروین؟ نصیب انشاءالله. علاقه راحت با جمهوریوی گرفتن. حقیقت ما دیگر بالیچکی کردن نمیتونیم دختر جان، فقط دوی نیک میکنیم که جو اول بگیری. هزار رحمت. نه بسیار نه بسیار. ما چی خدمت کنیم؟ تشکر زیاد. همه شرایط مهیا است. اکنون نوبت ما خدمت کردن. ما در دولت باید خدمت کنیم. سلامات باش. مرحبا.
اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، من صاحبکار کامل خالقов می باشم. با عرض صمیمیت بی اندازه به سمع شما رساندنیم که در شهر حصار بحر سازندگی و آبادانی بین مردم زحمت پیشه علل خصوص صاحبکاران خوب درک یافته اوید بنیاد نمودن طبابتخانه، تعلیمگاه ها، خانه های استقامتی، بنیاد نمودن راه ها و دیگر کارهای خیریوی تبلیغ و تشویق گردیده شده است. بعد از دستور سپارش های دوراندیشانه شما محترم پیشوای ملت، ما نیز اقدام گرفتیم و امروز حضور شما اوید بنیاد کردن کودکستان برای 250 نفر، مرکز بین المللی سودا و خدمت رسانی، کارخانه کارکرد محصولات شیری تا 30 تن در یک شبانه روز و بحر بلند برداشتن رشد سیاحی، یک مرکز خدمت رسانی باغ زمستانه رو بنیاد کردیم که این هم برای باز هم بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیه با جای کار تامین نمودن اهالی. چند تا جای کاری شده هم کارخانه‌ای که امیر روز به استفاده دادیم؟ عموما گیریم اگر علاقه به کار در آمدگیش 140 نفر، وقتی که مرکز بین المللی سودا به کار می‌دارد تا 800 نفر جای کاری نو بنیاد می‌گردد. همون باغچه‌ای که من دیدم، باغچه را شما کرده باشین کمتر صنعت معماری شایتر جا 3 گکتار زمین 3 گکتار را شما کمش برای 1000 کودک وای کردم در کمپلکس کلان شهر دا پرابلم اصلا اهالی هم زیاد شده ایستاد است، طلبات هم زیاد، باید قسمتی ماندگیش هم کمبودی را اصلاح کنید. در نقشه است که در آینده باز صنعت معماری بلندقطی 3 آشنا کنید. بله. اینفراستراکچور برای کودک‌ها را همه شرایط مهیا کردن در کار است، هم آشخانه، هم جای خواب، هم جای مثلا حوضای چی میگن خوردی شناوری، این چیزا را وای کرده با این آباد گیری. جاش 3 گکتار خیلی زمینی کلان است. وای میشود ای رحمت کلان شیر ایروز از شهر حصار افغانستان صادرات کرده است. 25 تن در 2 روز، هر 2 روز 25 تن. این خیلی 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 وای است. ناس تشکر زیاد محترم پیشوای معظم ملت و من از همون صاحبکاران و صاحبکاران با ننگ و ناموس وطنمان خواهش میکردم که بحر سهم گذاشتن برای بنیاد نمودن آباد زیبا گرداندن دیه شهر خود سهم گذار باشند و از آن غمخوری هایی که شما برای تمام صاحبکاران وطنمان کرده ایستادید و از نام صاحبکاران شهر حصار منتداری خود را به شما بیان می نمایم و وعده می دهیم که در آینده نیز برای باز هم سهم گذاشتن بحر بلند برداشتن سطح زندگی و اقتصادیات مملکت سهم گذار باشیم. خب یک سپارش دیگر میتونم، یک کارخانه کارکرد میوه سبزیجات کن. قبول می. او قدر قیمت نیست. در شهر خرجان اگر تماشا کرده باشی گشتیش هم قاق میکند، اوکراب هم قاق میکند، سبزی هم، کدو هم، تمامی همین سبزیجات های تر و تازه هم خوش همو خیل عینت رنگ از دیگر نمیشه، تغییر نمییابد. وای کرده صادرات کرد، لیمون هم خوش میکند و صادرات همین برای ماده در کار در شهر. بعد پالوشتم کار کردیم اگر کانسر و دیگر میکردگی باید چی باشد هم جای کاری میشود، هم محصولات اسراف نمیشود. بعد مردم استحصالاتش زیاد میشه، وقتی خریدار پیدا میشه زمستان هم کار میکنن، گرخان آدا میکنن، نزد اولگی ده میکنن. حاضر 2-3 تا علاقه ولایت سوخته شهر نویداد پیدا شده است، میاد صادرات البته اجرا میکنیم محترم پیشوای معظم ملت. بله سلامت باشید. تشکر زیاد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، من مردانова زرینه همشیره طبی اویلوی طولی 4 سال است که در مرکز سلامتی شهر کار و فعالیت دارم. باعث افتخار آن است که توسط غمخواری های پیوسته شما محترم پیشوای ملت ساحه تندرستی شهر روی به رشد و پیشروی داشته
дар баробари беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ, таъминот бо таҷҳизоти замонавӣ, бунёди беморхонаи марказӣ бо 240 кати табобатӣ идома дошта, дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, бунёди 5 маркази саломатӣ, 41 бумгоҳи тиббӣ идома дорад ва дар ояндаи наздик барои ҳифзи саломатии ҷомеа хизмат хоҳад кард. табибони шаҳр ҷавобан ба ғамхориҳои шумо рисолати касбии худро ҳамеша махсусан дар пешгирии бемории сироятии COVID-19 сарбаландона иҷро менамоянд ва аҳли кормандони соҳа ба шумо ва сиёсати оқилонаи ҳукумати мамлакат садоқати беназир доранд. ҳамчун табиб шуморо бовар мекунонам ки содиқ ба қасами табибӣ ва сазовор ба мактаби бузурги пири табибони олам абуалӣ ибни сино дар шифокорию шифобахшӣ фаъолият намуда, бори дигар аз номи табибони шаҳр бароятон офияти рӯзгор ва саодати зиндагиро таманно дорем. табибони шаҳр бо шумо пешвои муаззами миллат ифтихор доранд ва мо бо шумоем. саломат бошед. касалхона дар касали ковид аст? нестай дар маркази саломатӣ раем. худат дар ҳамин давра дар куҷо будӣ? дар минтақа кори минтақа доштем, ҳамшираи тибби оилавӣ. минтақада будӣ? нагрехта будӣ? не. шароитҳо хуб ҳастанд? бале. хай кор кунед, мо хеле маблағҳои калон ҳолиам давом дорад сохтмони касалхонаи ноявӣ. аз вай пеш 30,000 солагӣ сар карда будем, ҳозирам давом дорад. ба итмом нарасидааст, вай рафтаи сол аст. ба итмом мерасад. ба халқ содиқона хизмат кунед, содиқона покҷилона хизмат кунед. саломат бошед.